سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به اپیزود جدید. خیلی خوشحالیم که دوباره کنارمون هستیم. امروز میخوایم یه سند خیلی آشنا رو یه جورای کالبد شکافی کنیم. سندی که شاید صدها بار دیدینش ولی شاید کمتر به عمقش فکر کرده باشیم، یعنی شرح شغل. برای این کار چند تا منبع خیلی خوب داریم. یکی یه راهنمای کاربردی از salary.com هست، یکی یه گفتگوی پادکستی فارسی که نگاه جالبی به موضوع داره و یه مدل فوق‌العاده دقیق و علمی از وزارت کار آمریکا به اسم اونت. هدفمون اینه که ببینیم این سند چطور میتونه از یه لیست خشک و خالی از وظایف تبدیل بشه به یه ابزار استراتژیک. فرقی هم نمیکنه کارجو باشید، کارمند یا حتی مدیر. و نکته کلیدی به نظرم همینجاست. این سند یه خیابون دو طرفه است. یه روش به سمت کارفرماست، یه روش به سمت شما. امروز میخوایم هر دو طرف این خیابون رو با هم قدم بزنیم و ببینیم درک عمیق این سند چطوری میتونه مثل یه قطب نما تو مسیر شغلی عمل کنه. عالیه. خب بیا از تعریفش شروع کنیم. معمولاً تعریفش خیلی ساده به نظر میاد. salary.com میگه یه توضیح مکتوب از تمام وظایف، صلاحیت‌ها و انتظارات برای یه موقعیت شغلی. خیلی سرراست. خیلی، ولی چیزی که تو منبع فارسی توجه منو جلب کرد، دو تا استعاره خیلی قوی بود. یکی شناسنامه شغلی و یکی دیگه نقشه راه. آره، اینا دیگه به ما میگن با یه چیز فراتر از یه کاغذ اداری معمولی طرفیم. به خصوص استعاره نقشه راه به نظرم فوق‌العاده است، چون هدف دوگانه این سند رو خیلی خوب نشون میده. از دید سازمان این نقشه برای پیدا کردن بهترین مسیر برای جذب استعداده، یعنی مشخص میکنه مقصد کجاست و چطور باید عملکرد رو تو مسیر ارزیابی کرد. درسته، ولی از دید شما به عنوان یه مسافر تو این مسیر شغلی کاربردش کاملا متفاوته. برای شما این اولین ابزار برای خودارزیابیه. وقتی نقشه رو میبینی از خودت میپرسی اصلا من میخوام به این مقصد برم؟ دقیقاً. آیا این مسیر با اهداف و علایق من همخونی داره؟ آیا تجهیزات لازم یعنی مهارت‌ها رو برای این سفر دارم؟ و حتی برای مصاحبه هم آماده تر میشی، چون میدونی تو مسیر چه چالش‌هایی هست و باید برای چه سوال‌هایی آماده باشی. یه بخش مهم دیگه هم تو این نقشه هست. اطلاعات مربوط به پاداش‌ها، حقوق و مزایا. آره. این شفافیت از همون اول به شما کمک میکنه تصمیم بگیری که آیا این سفر از نظر اقتصادی برات منطقی هست یا نه. پادکست فارسیه یه داستان خیلی هشدار دهنده تعریف میکنه. یه کارمندی که چون شناسنامه شغلی واضحی نداشته ماه‌ها سردرگم بوده که دقیقاً باید چی کار کنه؟ دقیقاً. و آخر سر هم بر اساس معیارهای سلیقه‌ای و نامشخص ارزیابی شده. اینجاست که میفهمیم نبود این نقشه چقدر میتونه منجر به بی‌عدالت و اتلاف انرژی بشه. خب پس اگه این سند یه نقشه راهه باید یه سری علائم و نشانه‌های استاندارد داشته باشه که فکر میکنم این همون چیزیه که salary.com میگه: عنوان شغل، خلاصه، وظایف، مهارت‌ها و این چیزا. اینا مثل شهرهای اصلی روی نقشه هستن. آره، ولی من حس میکنم یه لایه عمیق‌ترم وجود داره، مثل جزئیات توپوگرافی نقشه که به ما میگه جنس زمین چیه، شیب مسیر چقدره و اینجا انگار مدل اونت وارد بازی میشه. دقیقاً به نقطه درستی اشاره کردی. مدل اونت که وزارت کار آمریکا توسعه‌اش داده، این نقشه ساده رو به یه مدل سه‌بعدی و خیلی دقیق تبدیل میکنه. و بزرگترین کاری که این مدل انجام میده اینه که میاد بین ویژگی‌های وابسته به شغل، job oriented، آره، و ویژگی‌های وابسته به فرد یا همون worker oriented تمایز قائل میشه. این یه تغییر نگاه اساسیه. صبر کن ببینم، یعنی به جای اینکه فقط بگه این شغل چیه، به این هم میپردازه که چه کسی برای این شغل مناسبه. دقیقاً همینه. اونت اطلاعاتش رو تو 6 تا حوزه اصلی دسته‌بندی میکنه. 3 حوزه اولش کلاً مربوط به فرده. اولین حوزه ویژگی‌های کارکنان یا worker characteristics هست. اینا ویژگی‌های تقریباً پایدار شما هستن. یعنی ذاتی هن؟ تقریباً. مثل توانایی‌های ذاتی، مثلا توانایی استدلال کلامی یا علایق شغلی که طبق مدل معروف هلند
به 6 دسته تقسیم میشن، مثل تحقیقی، هنری، اجتماعی و البته ارزش‌های کاری، یعنی اون چیزهایی که تو کار به شما انگیزه میده، مثل استقلال، پیشرفت یا روابط خوب. چقدر جالب! پس این مدل به این نتیجه رسیده که شخصیت و علایق ذاتی فرد به اندازه مهارت‌های اکتسابیش مهمه. این میتونه توضیح بده چرا بعضیا با مهارت فنی خیلی بالا توی شغل خاص اصلا خوشحال نیستن. کاملاً، چون شاید اون شغل با ارزش‌های کاری اونها در تضاده. حوزه دوم الزامات کارکنان هست یا work and requirement. اینا چیزهایی هستن که شما در طول زمان یاد گرفتید و کسب کردید. مثل دانش و مهارت. آره، مثل دانش تو حوزه‌های مختلف، مثلا اقتصاد یا مهندسی، و مهارت‌ها که خود اونت اینها رو هم به 2 دسته تقسیم میکنه. مهارت‌های پایه‌ای مثل تفکر انتقادی و مهارت‌های بین رشته‌ای مثل حل مسائل پیچیده. و حوزه سوم هم الزامات تجربی هست که شامل سابقه کار و آموزش‌ها و این چیزاست. پس این 3 تا حوزه اول یه پروفایل کامل از فرد ایدئال برای اون شغل میسازن. دقیقاً. خیلی کامل و دقیقه. خب اون 3 حوزه بعدی که گفتی بیشتر به خود شغل میپردازن چی هستن؟ 3 حوزه بعدی تحلیل خود شغله، job oriented. حوزه 4 الزامات شغلی یا occupational requirements هست. اینجا به فعالیت‌های کاری عمومی پرداخته میشه، مثلا تعامل با کامپیوتر یا کمک به دیگران. آها. حوزه 5 ویژگی‌های نیروی کاره که به زمینه اقتصادی شغل نگاه میکنه، مثل چشمانداز شغلی و متوسط حقوق. و نهایتاً حوزه 6 که خیلی کاربردیه، اطلاعات ویژه شغل هست. این دیگه اصل مطلب احتمالاً. آره. اینجا دقیقاً لیست وظایف یا همون تاسکس و ابزارها و تکنولوژی‌های مورد استفاده تو اون شغل میاد. وایسا ببینم، یعنی این مدل انقدر دقیقه که حتی میگه برای یه شغل خاص باید با چه نرم افزاری کار کنی؟ بله دقیقاً. این دیگه فراتر از شرح شغله، تقریباً یه راهنمای کامل عملیاتیه. بیا این رو با یه مثال واقعی امتحان کنیم. مثلا یه طراح گرافیک، آنت چطور این شغل رو تحلیل میکنه؟ مثال عالیه. بیا با هم این شغل رو تو آنت کالبد شکافی کنیم. خب، برای ویژگی‌های کارکنان، اون مدل احتمالاً به علاقه بالای هنری، آرتیستیک و واقع‌گرایانه ریالیستیک اشاره میکنه. منطقیه. تو بخش ارزش‌های کاری احتمالاً استقلال و دستاورد امتیاز بالایی دارن. درسته. طراحا معمولاً دوست دارن نتیجه کارشون رو ببینن. بعد برای الزامات کارکنان تو بخش دانش به طراحی و ارتباطات و رسانه نیاز داره. تو بخش مهارت‌ها تفکر خلاق و توجه به جزئیات کلیدی هستن. و بخش آخر که گفتی خیلی دقیقه. آره، اطلاعات ویژه شغل. تو بخش وظایف مواردی مثل ایجاد مفاهیم بصری با استفاده از نرم افزار لیست میشه و تو بخش ابزار و تکنولوژی دقیقاً اسم نرم افزارهایی مثل ادوبی فتوشاپ یا ایلوستریتور میاد. باور نکردنیه. می‌بینیم این مدل یه تصویر 360 درجه و فوق‌العاده دقیق از شغل و فرد مناسب اون شغل به ما میده. این دیگه یه شرح شغل نیست، یه پروفایل روانشناختی، فنی و اقتصادی از یه موقعیت شغلیه. حالا که این نقشه 3 بعدی و دقیق رو داریم، سوال اصلی اینه که تو دنیای واقعی چطور ازش استفاده کنیم. این همه جزئیات چطور به حل مشکلات روزمره یه سازمان کمک میکنه؟ اینجاست که قدرت واقعی این مدل مشخص میشه. بیا برگردیم به مثال‌های کاربردی که تو منابع دیگه‌مون داشتیم. تو پادکست فارسی به یه مثال جالب اشاره شده بود. شرکتی که شناسنامه شغلی را هر سال بروز می‌کرد. آها، یادمه. وقتی یه تکنولوژی جدید وارد شرکت شد، شرح وظایف تیم آیتی تغییر کرد. این بروزرسانی به کارمندان نشون داد که برای همگام موندن با سازمان باید چه مهارت‌های جدیدی یاد بگیرن. حالا تصور کن این بروزرسانی با دقت اونت انجام بشه. دقیقاً. اون موقع مشخص میشه چه دانش جدیدی لازمه و چه ابزارهای تکنولوژیک جدیدی باید یاد گرفته بشه. برنامه آموزشی سازمان فوق‌العاده هدفمند میشه. پس این نقشه فقط مسیر فعلی رو نشون نمیده.
مسیرهای آینده و راههای توسعه رو هم مشخص میکنه. تو اون پادکست به یه مثال دیگه هم اشاره شده بود، اختلاف دو تا همکار. بله، سر مسئولیت تهیه یک گزارش مالی. آره. و این مشکل با مراجعه به شناسنامه شغلی حل شد. این دقیقاً به حوزه اطلاعات ویژه شغل توی اونت برمیگرده. وقتی وظایف یا تاسکس به شکل دقیق و بدون همپوشانی تعریف شده باشن، این نوع اختلافات به حداقل میرسه. که یعنی افزایش بهره‌وری و عدالت سازمانی. همینطوره. انرژی سازمان به جای اینکه صرف درگیری‌های داخلی بشه، روی انجام کارها متمرکز میشه. خودم توی شرکت بودم که شرح شغل مدیر محصول و مدیر بازاریابی خیلی کلی بود. عجب. ماها سر این بحث بود که مسئولیت تحقیقات بازار با کیه. هر دو تیم فکر می‌کردن اون یکی باید انجام بده. یه شرح شغل دقیق میتونست از ماها سردرگمی جلوگیری کنه. این نکته خیلی مهمه. و salary.com هم به یه جنبه دیگه اشاره میکنه که شاید کمتر به چشم بیاد. انطباق با قوانین. یعنی یه شرح شغل دقیق، یه سند حقوقی هم هست. دقیقاً. و مدل اولت این جنبه رو هم تقویت میکنه. وقتی شما جزئیات یه شغل رو مثل توانایی‌های فیزیکی مورد نیاز، مثل قدرت بدنی رو به دقت مشخص میکنی، میتونی به شکل قانونی توضیح بدی که چرا یه فرد برای این شغل مناسب هست یا نیست. این موضوع تو طبقه بندی مشاغل، تعیین حقوق منصفانه و جلوگیری از تبعیض نقش حیاتی داره و هم از کارمند و هم از کارفرما محافظت میکنه. در واقع این دقت بالا شرح شغل را از یه سند داخلی به یه ابزار استراتژیک برای مدیریت استعداد و کاهش ریسک‌های حقوقی تبدیل میکنه. کاملا. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این بحث داشته باشیم، ما از یه تعریف خیلی ساده شروع کردیم و به یه مدل پیچیده و چند لایه رسیدیم. به نظر میرسه شرح شغل واقعاً چیزی فراتر از یه لیست وظایفه. درسته. اون یه شناسنامه است، یه نقشه راه، یه قرارداد نانوشته بین شما و سازمانه که انتظارات دو طرف رو شفاف میکنه. بله، و به نظرم مهمترین تغییر دیدگاه ماست. باید از نگاه به شرح شغل به عنوان یه سند ایستا و فراموش شده تو پرونده‌های پرسنلی به اون به عنوان یه ابزار پویا، زنده و استراتژیک نگاه کنیم. یه ابزار زنده. آره، سندی که به شفافیت، عدالت و در نهایت به موفقیت مشترک شما و سازمان کمک میکنه. وقتی شما مسیر شغلیتون رو بهتر بشناسید و سازمان هم بتونه استعدادهای مناسب رو جذب و حفظ کنه، یه موقعیت برد ایجاد میشه. و حالا به عنوان یه فکر نهایی برای شما که همراه ما بودین، تو مدل اونت بخشی وجود داره به اسم ارزش‌های کاری یا work values که شاید مهمترین بخش این مدل برای رضایت شغلی بلند مدت باشه. کاملا موافقم. این ارزش‌ها شامل مواردی مثل دستاورد، استقلال، شناخته شدن، روابط کاری، حمایت و شرایط کاری مناسب میشن. ببینید، دفعه بعدی که یه شرح شغل رو میخونید، فقط به فهرست مهارت‌ها و وظایف نگاه نکنید. سعی کنید نقشه کاراگاه رو بازی کنید. بین خطوط رو بخونید. از خودتون بپرسید: آیا وظایف لیست شده تو این شغل به من حس دستاورد و موفقیت میدن؟ آیا ساختار تیم و گزارشدهی نشون دهنده استقلال تو کاره یا یه محیط با نظارت شدید؟ آیا فرهنگ شرکت که معمولاً آخر شرح شغل توصیف شده به ارزش حمایت از کارمندان اشاره داره؟ دقیقاً. شاید این کلمات مستقیما تو متن نیومده باشن، اما سرنخ‌ها همیشه اونجا هستن. پیدا کردن شغلی که نه فقط با مهارت‌های شما بلکه با ارزش‌های عمیق شما همخوانی داشته باشه، میتونه تفاوت بین شغلی که فقط انجامش میدید و شغلی که واقعاً تو اون شکوفا میشید رو رقم بزنه. مرسی که تا آخر همراه ما بودید. اگه این اپیزود به دردتون خورد، حتما با دوستاتون و همکاراتون به اشتراک بذارید تا قسمت بعدی پر انرژی و الهام بخش بشه.